سلام خدمت شما. بچه این شکلی شد. خودت نمیشه. سلام. وای خاک بر سر. گریه میکنم یا میخند؟ سلام خواهران، سلام دختران. رفته بودم سمنان، من دیگه در کار. سلام دوستان، من رفته بودم سمنان دیگه در کار چی میگن، من دیگه در کار تبلیغات به تابع قوانین سید علی هستم و رفتم سمنان در باغی. خب گفتم پنجشنبه شبا و جمعه شبا احتیاج زیاد تو باغ زیاد میرم. رفتم تو این باغه و گفتم که این از این آلو و چه میدونم قرقروت و لواشک اینا یه خود براتون تبلیغ کنم. آخه یارانه زیاد نمیدم. وای لپامو خوشتون چه لپای خوشگلی دارم. ببینید پسته تو این باغه، تو این پسته چه میدونم از اینا هم بود. آره ببینید از اینا هم بود، از این هم بود. از آلو یاد نخورید اسهال میگیرید یه وقت. بازم آلو و چه میدونم زرشک و اینا تو این باغی تو سمنان که رفته بودم بود و ابرام خوشتون اومد. آره والا برید خرید کنید. دماغ من چیه؟ خاک بر سر این دکتری همه پول دادم ببین دماغم چه شکلی کرد. خبر مرگه. آه مای گاد. آره دوستان دیگه تو سمنانه بی خبری داد بخرید. نگاشته بود دیدید ناخونامو بگردم نشون بدم خبرتون. آره اینا همه تو این باغه تو سمنان بود. شب که برید صبح که بیاید بیرون با کلی لواشک و قرقروت و چه میدونم آلو و این چیزا بهتون دن. خب با پولش یه جوری بدن دیگه. باغمونه خواه اینا میده. برید خواهرها خرید کنم دیگه. کار تبلیغاتم به من بگید من براتون تبلیغ انجام میدم. خب حالا برید. در استان سمنان هست. اینم رب آلو، اینم آلوهای شمیرزاد و همچنین اینم برگ لواشک، اینم قلقاب دوام، اینم نعنا، اینم گل محمدی غنچه های خوش شده. خیلی زیباست. حتما از این باغم دیدن کنید. دوستان عزیز فرشته هستم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خواهش میکنم به دیزاین های من در redbubble.com توجهی بکنید. مهمتر از همه برای ماهایی که باید فیس ماسک و صورتمون رو بپوشونیم الان بهترین فرصت هست که از دیزاین هایی که لذت میبریم استفاده کنیم. در صفحه redbubble من از این دیزاین های من یک نگاهی بکنید. خواهش میکنم از رو تخته گرفته تا جوراب تا بالش های تزیینی تا پیراهن تا کتاب تا ببین چه دامن خوشگلی تا تلفن تا روی تلفنی تا کیف هست. خواهش میکنم یک نگاهی بکنید. ایران پهلوی's flag with lion and crown با شیر و خورشید و تاج براتون میذارم لینکشو. خواهش میکنم نگاه بکنید و همجور که میدونید کمکی هست به کودکان و حیوانات ایران. ممنون میشم. خیلی ممنون.